یک تا زم شد، دو تا کم. چنین است شمار دایرکننده نشست‌های خبری در ولایت سوخت. در نیم ساله اول سال 2024 نمایندگان شرکت برق تاجیک در منطقه شمال کشور با تاکید رئیس ولایت سوخت بعد تأخیر بیش از 3 ساله نشست خبری دایر کردند. آن هم به تیاری کامل و موجودیت حالتهای اضطراری کاری. در نشست‌های قبلی بهانه برگزار نکردن نشست‌های خبری را سفارش از بالا می‌گفتند. این عامل باعث به بحث روزنامه‌نگاران در نشست خبری رجب‌های احمدزاده گردیده بود. رئیس ولایت شهرداری‌ها، شعبه کارهای داخلی، پروکراتور، اگنتی کورپسیا، نشأه‌مندی و دیگر ساختارها باید تمام ساختارهایی که امروز در ولایت نمایندگی دارند اینها هم موافقه کنند آینده نشست مطبوعاتی برگزار کنند. امروز تکلیف و پیشنهادها، سوالهایی که امروز روزنامه‌نگاران، کارمندان واسطه اخباری آمد دارند پاسخ دادنشان حتمی است. موافق امر پرزیدنت تاجیکستان از سال 2005 اکثر مقامات رهبری وزارت و اداره‌های کشور عهده‌دارند که در یک سال 2 مرتبه نشست مطبوعاتی دایر کنند. اما در نشست‌های خبری ولایت سوخت نامنظمی عملی شوی این امر در همه موسم مشاهده می‌گردد. برای نمونه در نیم ساله اول 2024 ریاست اگنتی مبارزه علیه مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت و رئیس ناحیه باباجان غفوروف نشست مطبوعاتی دایر نکردند. سبب دایر نشدن نهاد اولی معلوم نشد و نمایندگان حکومت ناحیه باباجان غفوروف در رخصتی بودن رئیس را باعث به لغو نشست خبری گفتند. حالانکه از روی تجربه معاونان یا نمایندگان رئیس در حالت استثنایی می توانند جای عوض کننده شخص اول باشند. برخی از روزنامه‌نگاران محلی این وضع را باعث به نااستوار گردیدن کار خبرنگاری می دانند. روزنامه‌نگار هم معلوماتی که در دوام 6 ماه یک مرتبه برای او میسر می شود که این معلومات را پیدا کند، اگر همون چیزی که میخواهد نگیرد و نمیتواند دیگر فعالیت خود را وسیع کند یا همون چیز درست انعکاس کند یک مسئله که میبردارد. و در دیگر موردها بیرون از نشست‌های مطبوعاتی دسترسی به چنین اطلاعات خیلی دشوار است برای ژورنالیست‌ها، خصوصا در موردی اگر گیریم فکت و رقم‌هایی که در حاکمیت دولتی وجود دارند. مشکل دیگری نشست‌ها در یک وقت چند ساختار مهم را در نقشه جای دادن است. ریاست اداره بهداشت زمین و آبیاری، ریاست کشاورزی، ریاست حفظ محیط زیست و کمیته اداره زمین در محدوده همگی 1 ساعت نشست خبری را می‌گذرانند. هر راهبر 10 دقیقگی برآمد می‌کند و باقی مانده وقت برای سوال است. چندین نهاد دیگر هم چنین معیار دارند. مسئله که دفعه‌های گذشته در سطح جمهوری از سوی سازمان‌های روزنامه‌نگاری مورد انتقاد قرار گرفته بود. من گفته نمیتونم که امروز سازمان‌های ژورنالیستی به این دخالت کرده میتونن، چون بعضی راهبران نهادها، بعضی راهبران شهر ناحیه‌ها نادیده میگیرند و این مراجعت سازمان ژورنالیستی را گویا که قبول نمیکنند. در نشست آخر رئیس ولایت سوخت پیشنهاد شد که برای رنگین شدن نشست‌های خبری رئیسان شهر و ناحیه‌های دوردست به مرکز بیایند یا برعکس محدوده وقت را به دیدار روزنامه‌نگاران وسیع‌تر سازند. این مسئله از جانب رجب‌های احمدزاده استقبال گردید و بار دیگر از منصبداران منطقه دعوت به عمل آورد که با روزنامه‌نگاران نزدیکتر باشند. امروز هر یک سوالی که شما دادید این منفیتی کار است. با من چشمم شده می شود که کدام شهر و ناحیه امروز کمتر فعالیت کرده شده است، کدام شهر و ناحیه امروز همین جدی کار و فعالیت کرده شده. سال گذشته 6 سازمان روزنامه‌نگاری در آستانه نشست‌های خبری از دستگاه اجرایی پرزیدنت و دادستانی کل خواستند نظارت از بالای نشست‌ها را پرزور کنند. در اظهارات آمده است نشست‌های مطبوعاتی نه تنها قالبی شدند بلکه ماهیت خود را نیز از دست دادند. منصبداران تنها ارقام خشک و خالی را پیشنهاد می‌کنند. روزنامه‌نگاران دیگر منطقه‌های تاجیکستان بعد انتقاد دایره‌های خبرنگاری این نوبت از افزودن نهادهای حسابات دهنده دولتی خبر دادند. ولی سال تا سال کمرنگ شدن نشست‌های خبری و محدود شدن دسترسی به اطلاعات باعث به انتقاد سازمان‌های بین‌المللی می‌گردد. فرزان محمدی، رادیو آزادی ولایت سوخت.